بچه‌ها بله که خوش اومدید. تو این ویدیو می‌خوایم تو FC26 بریم تو بخش راشغال کنیم و 2 تا گیم پلی مشی بزنیم و تیم خودم هم کلاس ایکسی میکنم تو 2 بازی و تیم حریفم ساکر آیدی که 2 تا منتخب گذاشتم تیم واسهتون که حالش رو ببریم. تیم ترکیب خودم هم پله، مارادونا، کرایوف، پوشکاش و یاشینه تو تصمیم میبینیم و سطح بازی رو پروفشنال گذاشتم. سطح بازی بعدی رو سختش میکنم، یعنی میکنمش لژندری و که ببینیم در برابر اونم میتونیم چیکار کنیم. حالا بریم تو اولین بازی چی میشه. نتیجه بازی راشمود FC26 کارلوس، مارادونا و ترکیب خودم و ترکیب حریف. ترکیب خوبی هم شده خودم. بریم سراغ بازی 3 2 1. حالا اونجا حالا میگیرم اما اول بازی یه پاشوت پایین زدم خدا وکیلی. حالا اونجا رونالدینیو زنه میگیرم با مارادونا. حالا اونجا پوشکاش زنه رونالدینیو میگیره تیم عریش. رونالدینیو پوشکاش بازم گرفتم باش. مارادونا میتونم برم، مارادونا بره، میتونم بزنم بره. برو شد که بشه. زیدان سمش گرفت. حالا رونالدینیو تک به تکی میگیره. یاشین بگیره. پروفشنال گل خوردم. رونالدینیو حالا جبران میکنم راحت. پروفشناله یه شوت یه گل از رونالدینیو. بریم سراغ ادامه بازی. حالا ببینیم اونجا مارادونا بره. حالا پوشکاش بزن. پوشکاش بزن. حالا اونجا کانتونا میره. کانتونا جلو میگیرم با کرایوف. پله پوشکاش بزنه میتونه. پوشکاش یه سات مارادونا چجوری بازی رو تصاوی کشوندم با برگردونه دیگو مارادونا. اینو مخفن زدم باش برگردون. حکم خدا رو داره مگه نمیستید. حالا بریم رونالدینیو میگیرم. حالا کرایوف مارادونا سایدش اسفره کرایوف. حالا اونجا پله بازم با هید میده به کرایوف. یه پامش اگه موافق میخوره گل نشد. گل میشد خوب بود، کامبک میزدیم حداقل. خب کانتونا میگیرم از با پوشکاش مارادونا. پله یه پاس پوشکاش گل زیر تاخت بیرون پا. دیگه از این قشنگرم اگه میخوای. خیلی خوب بود. داشت خطا میگه. حالا اونجا پله نزد، سایه زد. پله انتظار نمیرفت سایه بزنه. حالا کانتونشو نمیره. برو دیگه. حالا اونجا میزن. حالا مارادونا میتونم گل بزنم باش. مارادونا برازم بسد دیگه. آرماندو دیگه چی انتظار دارید؟ حالا بریم سراغ ادامه بازی جذاب داره پیش میره. حالا کرایوف مارادونا گل بشه. حالا رونالدینیو یه پاس کانتونا زیدان زد بیرون. حالا اونجا پله کی بود؟ پله بود. چون اینطوری زدم باش. میخواستم پاور شد بزنم نشد. حالا پله میتونه توپو بگیره. حالا زیدان اونجا موقعیت داره. پله بالاخره میگیره. یاشین یه هد با دست میگیره. بال بود این صحنه. کرایوف نشد که بشه. حالا پله میتونه دیگه بزنه. پلس دیگه پلس. بله تازه خطا هم کرده. گل نمیشد. خطا پنالتی میشد. پله مشتی بایستن 2 شوته یه گله. خیلی خوبه عمل کرده پله تو این بازی. 2 شوت یه گل.
و دیگه حساب کارشون رو 3-1 میکنه. هله بریم سراغ ادامهش. حالا اونجا خودم مارادونا میتونه یه پاس بندازه اونجا. حالا پوشکاش نزد. پوشکاش شمایکل گرفت به راحتی اونجا. حالا کانتونا پله چرا اینطوری دور کردم؟ کانتونا بد دور کردم، واقعا خیلی بد دور کردم. کانتونا گل میزنه، چه خوشحالی. برو گلای دیگه رو جبران کن. خب بازی رو کنم یه بردیم، قطعیه بردیم. پله اوه گردی حرکت رو. حالا اینا دیگه گل بازی خیلی خوب میشه. چون اینجوری اومد حالا اینجا شوایوف دورش کردن اون بازی کنه. حالا پوشکاش پاورشوتاش خوبه. پوشکاش مارادونا میگیره شمایک. حالا رونالدینیو اونجا میتونه گل بزنه. بازیکنای تیم منتخب حریف. خب حالا با یاشین برم جلو، شاید یه گل زدم باش. حالا اونجا گرفت. بگیر مارادونا بتونه بگیره. لازم گرفتم. حال کردی چجوری نجات دادم؟ حالشی پروفشنالی گرفت. خب حالا بریم سراغ بعدی. پوشکاش یا چی؟ شد که بشه یه کورنر. حالا میذارم واسه پله. بازم نتونست پله. چون تلسمه برگردون اصلا پله نمیتونه بزنه. اصلا پیشنهاد میکنم پله برگردون نزنی. حالا خود پله یه شوت آروم اونجا. جایو حالا رونالدینیو زیدان خورد به پشت پای مارادونا. حالا پله خاصی پایین پاس نمایشی بده. حالا اینجا آفساید. حالا یه پرتاب واسه تیم حریف اونجا. حالا مارادونا بزن. مارادونا یه سال یه برگردون چرا زد تو سر اشمایکل. نمیخواستی هدشاتش کنی و برگردون میزنی تو گل. حالا اونجا یه برگردون دوباره. چقدر خوب برگردون میزنم بازیکنای من. خدا چیه این برگردونا؟ حالا مارادونا میرسه به اشمایکل. آخرای بازیه 10 ثانیه مونده تا پایان بازی. اواخر بازی گل بزنه. ولی گل نخورم. گل خورد. آفساید شد. حالا گل بزنم خدا وکیلی خیلی گل میشم. حالا بزنم نشد. گل بزنم. ببینید برنده میشه تیم من کلاسیک ایکس. حالا دونده استقامتی رونالدینیو. کنترل توپم بال مارادونا و بهترین دفاع بال یوان کرایوف هستش. بریم سراغ بازی دوم. لژندری میکنیم. سطح بازی رو نمیدونم میتونم ببرم، سخته بردنش. بریم ترکیبم. حالا پوشکاش کیو یاریم؟ گلیت خوبه. حالا یاشین هم بذارم بیرون. بوفون رو بذارم تو. بوفون هم خوبه خدا وکیلی. بریم سراغ بازی. سخته این بازی خدا وکیلی. ولی میشه ببریمش. ولی سخته دیگه. حالا بریم سراغ این بازی دوم. این دیگه حال میده. قشنگ قوی. 3 2 1 برو بریم سراغ بازی. حالا رونالدینیو اول شروع میکنه. حالا ما پله شوت بشه گل بزنی. حالا آفساید. اونجا مارادونا نمیگیره. بوفون بالاخره یک کاری کرد. بوفون اولین سیوش رو انجام داد. خب حالا رونالدینیو
گلیچ کرایوف بره میتونه گل بزنه. کرایوف نمیذاره رونالدینیو اصلا نذاش من برم. حالا رونالدینیو یه دریبل کانتونو رونالدینیو بوفون خوب گرفت خدا وکیلی. بوفون اونجا گلیچ بره خوبه نمیره اصلا. گلیچ پاسو بده مارادونا تونه از زیدان رد نشد که بشه. گلیچ تنه بزنم باش نمیتونه بگیره. گلیچ نمیدوه. حالا مارادونا میرم رو پاش زیدان. حالا بالاخره گل داد اونجا مارادونا یا چقدر ردش کردم مارادونا رو واقعا خوب رد کردم و بازم گل دادم. راحت خیلی لو میدم راحت. حالا ببینیم اونجا حالا یه سیف از دوباره بوفون خوب سیف کرده بوفون فعلا. حالا اونجا کانتونو تا این تعریفش بدیم گل خورد جیجی بوفون. گل خوبی زد سخت بریم سراغ ادامه بازی. حالا زیدان رونالدینیو میگیره بوفون. حالا میتونیم بریم یه زده حمله درست کنیم. کرایوف بره کرایوف یه پاسم برسه مارادونا بره. خیلی خفنه این مارادونا مرد طلایی تیممونه. دیگو آرماده مارادونا. حالا ببینیم اینجا گرفت بازم بوفون. حالا اونجا میتون گرفتیم ازشون گرفت. حالا اونجا گلیت بره خوبه. کرایوف پله بزن میتونست گل بشه اصلا برگردوندن پله تلفه شوت گل دوم زیدان گل زد. نباید گل میخوردیم خدا وکیلی ولی خوردیم دیگه. حالا پله اشتی دیریب خیلی خوب دیریب میکنه. پله بابا چرا گل نمیشه. حالا اونجا زیدان زد گلیت پله بره پله کانتونو نزن دیگه جانو من. کانتونو زیدان نزنید دیگه بابا نخورید بوفون هاش گل میخوره چی بوفون. مثلا جایی یاشین آورده یاشین بود بهتر بود. آفساید چی بعد حالا اونجا میتونه موقعیت داشته باشه بوفون خوب گرفت خدا وکیلی بوفون سرزنش نکنه. خب حالا گلیت برو دیگه گلیت برو شکرم گلیت. حالا اونجا شانس آوردیم گل نخوردیم. زیدان پله گلیت حالا واسه اشتباهی گلیت خیلی داره اشتباه میکنه گلیت. حالا گرفتن هر جوری شده تاشی گلیت رو نمی آوردن. پوشکاش بهتر بود یا کیه رو می آوردن. حالا اونجا زیدان شوت میزد کارنر شد. حالا اونجا یه سان کانتونو گل زد. حالا اونجا مارادونا میتونیم گل بزنیم. البته گل هم بزنیم فایده نداره. یه دقیقه مونده تا پایان بازی. بعد اینجا بازم بوفون گرفت فقط 2 تا گل بزنیم بهشون. اینجا حالا کرایوف بزنی بابا پله کرایوف شما که خیلی خوب داره دروازه‌بانی میکنه خدا وکیلیش خوب دروازه‌بانی کرده شمایکل. حالا اونجا سند گل پنجم انتظار میرفت اینطوری ببازیم که سخته واقعا با لژندری ولی
انشالله روزهای دیگه میبریمش. انتقام این بازیمون رو میگیریم و گل. چه آفساید و یه آفساید هم بود. الان 2 گل زده بودم 3-5 بود حداقل. بابا چی کارت آبی. 30 ثانیه بازی پله میره بیرون دیگه. 15 ثانیه هم مونده دیگه. دنیا دست به دست هم داد که ما رو ببازونه قشنگ. بعدم ببازونه. حالا 10 ثانیه اون بزن دیگه. او چون نمیزنه. خلاص اوت رونالدینیو 10 ثانیه هم مونده. حالا حداقل تو این 10 ثانیه گل بزنیم خیلی خوب میشه. حالا من گل‌های دقیقه آخری رو خیلی دوست دارم. 9 ثانیه آخری ما گلیت بده دیگه. گلیت و تمام شد. بعدم باختیم 5-1 تو راشمود سطح لژندری. و نگاه کنین بهترین سیو و بوفون داشته. بعد ریسک بالا و زیدان داشته. از این ویدیو خوشت اومد و امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه که من دوباره واسه از این ویدیوهای ویدیو بعدی درست خدا کنم. نگهدار. ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.